در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1397 اجبار خانواده‌ها برای ازدواج یه دختر و پسر با هم باعث اتفاقات ناخوشایندی میشه. صدرا پسر 27 ساله در یکی از خانواده‌های نسبتا مرفه تهران متولد شده بود. اون به اصرار خانواده‌اش مبنی بر اینکه باید ازدواج بکنه با دختری به اسم سوگند وصلت میکنه. سلام دوستان، خوش اومدین به یه پرونده دیگه. در طی دوران نامزدی و بعد از ازدواج این دو نفر با هم، صدرا عاشق سوگند میشه. دوران خوبی رو در کنار هم دیگه میگذروندن. حدود 1 سال از ازدواج زوج جوان میگذره تا اینکه سوگند به دلیل ابتلا به سرطان خون جون خودش رو متاسفانه از دست میده. صدرا بعد از مرگ سوگند به شدت افسرده و ناراحت شده بوده. دیگه شور و اشتیاقی برای ادامه زندگی هم نداشته. 1 سال بعد از مرگ سوگند، خانواده اون و خانواده صدرا به صدرا اصرار میکنن که اون با سحر خواهر سوگند ازدواج بکنه تا حال روزش بهتر بشه. صدرا و سحر هر دو نفر با این ازدواج مخالف بودن، اما سرانجام بعد از اصرار خانواده بالاخره این دو نفر تسلیم میشن و راضی به ازدواج با همدیگه میشن. از طرفی سحر دختر شر و شیطون با طبع گرمی بوده و با پسری به اسم اشکان هم رابطه داشته. صدرا که از قبل از رابطه این دو نفر با خبر بوده، بعد از قطعی شدن ازدواجش با سحر به سراغ اشکان میره و از اون میخواد که دیگه با سحر ارتباط نداشته باشه چون داره با اون ازدواج میکنه. بعد از ازدواج اما سحر اصلا تن به رابطه جنسی با صدرا نمیداده و این موضوع هم تا 1 سال بعد از ازدواج این دو نفر ادامه داشته تا اینکه بالاخره سحر کوتاه میاد و با صدرا رابطه برقرار میکنه. بعد از این مدت سحر و صدرا تصمیم میگیرن که بچه دار بشن، اما بعد از کلی دکتر رفتن مشخص میشه که صدرا مشکل داره و نمیتونه بچه دار بشه. اون تحت درمان قرار میگیره، اما از طرفی سحر مدام به صدرا میگفته که من طلاق میخوام و نمیتونم با تو زندگی کنم. صدرا هم به ناچار قبول میکنه تا از سحر جدا بشه. این دو نفر از دادگاه برای طلاق وقت میگیرن و قاضی دادگاه سحر رو برای انجام آزمایش عدم بارداری با آزمایشگاه ارجاع میده. جواب آزمایش اما چیز عجیبی رو نشون میداد. جواب آزمایش مثبت بوده. این به این معنی بوده که سحر بارداره. صدرا و سحر هر دو نفر به نتیجه آزمایش اعتراض میکنن و آزمایش رو دوباره تکرار میکنن، اما مشخص میشه که آزمایش هیچ مشکلی نداره و سحر باردار بوده. تو دادگاه خانواده صدرا با اعتراض عنوان میکنه که چون من مشکل دارم نمیتونم زنم رو بچه دار کنم، پس این یعنی اینکه سحر به من خیانت کرده. سحر هم اما هیچ حرفی نمیزنه و دائم میگه که صدرا اشتباه میکنه. سحر و صدرا برای انجام آزمایش DNA و تطابق با آزمایش DNA صدرا به پزشک قانونی ارجاع داده میشن و بعد از انجام آزمایش حدود 20 روز بعد نتیجه آزمایش میاد و مشخص میشه که جنین و صدرا هیچ سنخیتی با هم ندارن و به عبارت دیگه بچه برای صدرا نیست. خانواده هر دو نفر آشفته میشن و دائم از سحر میپرسن که بچه مال کیه، اما اون حرفی نمیزنه و آخر سر مجبور میشه بگه که نمیدونه پدر بچه کیه. خانواده سحر بعد از اعتراف اون رو به زور به اداره آگاهی میبرن تا از باعث و بانی این اتفاقا شکایت بکنه. داستان رو برای مأمور اداره آگاهی شرح میده و از طرفی صدرا هم به اداره آگاهی مراجعه میکنه و قصد داره که از سحر به خاطر خیانتی که به اون شده شکایت کنه. بازپرسی هر دو پرونده رو به یه نفر میدن و بازپرس ابتدا شروع با بازجویی از صدرا میکنه و برای یافتن دلیل ازدواجش با سحر و دلیل مرگ سوگند سوال میکنه. صدرا داستان رو اینطوری تعریف میکنه که من بعد از تموم شدن درسم توی کارخونه پدرم مشغول به کار شدم. بعد از یه مدت مادرم به هم اصرار کرد که زن بگیرم و من خیلی پی این کارا نبودم. از مادرم خواستم تا خودش یه دختر برام در نظر بگیره. اونم سوگند رو بهم معرفی کرد. مادرم اونو دور و دور میشناخت و تعریفاشو زیاد شنیده بود. واقعا هم حق داشت، چون سوگند از هر لحاظ بی‌نقص و خوب بود. من و سوگند با هم ازدواج کردیم و زندگی خیلی خوبی داشتیم. اما حدود 3 ماه از ازدواجمون گذشته بود که بیماری سوگند خودش رو نشون داد. اون مدام سرش گیج میرفت و از بینیش خون میومد. سرفه های خیلی خشکی داشت. همین باعث نگرانی من شده اون رو به دکتر بردم.
اونجا مشخص شد که سوگن سرطان داره. ما خیلی تلاش کردیم تا بیماری اون رو مهار کنیم، اما چون سرطانش بدخیم بود موفق نشدیم و سوگن جونش رو از دست داد. مرگ اون برای من خیلی عذاب‌آور و دردناک بود. من کاملا به یه مرده متحرک تبدیل شده بودم. مادرم از بابت من خیلی نگران بود و بالاخره تصمیم گرفتن که خواهر سوگند سحر رو برای من عقد کنن. سحر برعکس سوگند که یه دختر آروم بود، یه دختر شیطون و شر بود. من هم این رو میدونستم چون چندین بار سوگند از کاراش به من گفته بود. از طرفی خانواده سحر چون از بیبند باری اون خسته شده بودن، دلشون میخواست که زودتر اون سر و سامون بگیره. بابت همین نه تنها با ازدواج من مخالفت نکردن، بلکه من و سحر رو تحت فشار شدید گذاشتن و اینکه ما مجبور شدیم با هم دیگه ازدواج کنیم. من که میدونستم سحر دوست پسر داره و اون رو میشناختم، رفتم سراغش و بهش گفتم که دست از سر سحر برداره، چون داره با من ازدواج میکنه و من دلم نمیخواد که پای اون توی زندگی من باز بشه. و اون پسرم کوتاه اومده به من چیزی نگفت. من از سحر ازدواج کردیم، اما اون هیچ جور از من تمکین نمیکرد. مدام با من دعوا را مینداخت و هیچ جوره با من کنار نمی اومد. 1 سال از زندگی ما گذشته بود تا اینکه بالاخره اون کوتاه اومده با من رابطه برقرار کرد و من اون شب فهمیدم که اون متاسفانه باکرم نیست. البته برام مهم نبود، چون میدونستم که سابقه خوبی هم نداره و با پسرا در ارتباط بوده. بابت همین خیلی به این قضیه اهمیت ندادم. چند وقتی از این ازدواجمون گذشته بود تا اینکه تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، اما من هر چقدر تلاش میکردم فایده ای نداشت. این باعث شد ما بریم دکتر. اونجا از ما کلی آزمایش گرفتن و بعد از اینکه معاینه‌های تخصصی انجام دادن معلوم شد که مشکل از منه و منم نمیتونم سحر رو باردار کنم. من تحت درمان بودم و دارو مصرف میکردم، اما سحر اصلا صبر و قرار نداشت و مدام حرفایی میزد که من رو دلسرد میکرد. آخر سرم بهم گفت که خیلی دلش بچه میخواد و نمیتونه به پای من صبر کنه و بهتره که با هم طلاق بگیریم. منم که تحمل اون رو تو زندگیم نداشتم موافقت کردم و رفتیم دادگاه. اما توی آزمایش‌ها مشخص شد که اون بارداره و من فهمیدم که سحر بهم خیانت کرده. الانم میخوام ازش شکایت کنم تا اون رو به سزای عملش نرسونم هم ول نمی‌کنم. پلیس همه حرفای صدر رو با تشکیل پرونده یادداشت میکنه و از اون میخواد که شکایتنامه‌اش رو تنظیم بکنه و به دادگاه مراجعه کنه. نوبت به سحر میرسه تا داستان باردار شدن خودش رو تعریف کنه. وقتی که بازپرس از اون درباره ماجرای پدر بچه‌اش سوال میکنه، اون میگه که من توی زندگیم کارهای زیادی انجام دادم، با پسرای زیادی هم در ارتباط بودم که آخرش هم همین اشکام بود. اون پسر پولدار بوده و وضعشون هم خیلی خوب بود. من باهاش 1 سالی بود که در ارتباط بودم اما قصد هیچ کدوممون ازدواج نبود. ما فقط میخواستیم یه مدتی با هم باشیم و خوش بگذرونیم. بعد از مرگ سوگند، وقتی خانواده‌ام منو تحت فشار گذاشتن که با صدرا ازدواج کنم، من رفتم و سراغ اشکان و بهش گفتم که ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. اما اون مخالفت کرد و گفت که هیچ جوره منو ول نمی‌کنه. ما میتونیم رابطه رو مخفیانه و بدون اینکه کسی متوجه بشه ادامه بدیم. من اولش که کلی مخالفت کردم و اون گفتم که نمیشه و اینطوری ادامه دادن اگه صدر متوجهش بشه برای من خیلی بد میشه. اما اون بهم گفت که حواسش هست و کسی خبردار نمیشه. منم چون به اشکان علاقه داشتم و نمیخواستم از دستش بدم راضی شدم که مخفیانه باهاش باشه. بعد از ازدواجمون من همچنان با اشکان در ارتباط بودم و من اون خونه دوستم سارا که تنها زندگی میکرد با هم دیگه قرار میذاشتیم. اونجا خوش میگذروندیم و هر شب بساط مشروب و پاسور و لهو و لعب و برپا میکردیم. من کلی خودم رو غرق میکردم و از طرفی با اشکانم رابطه جنسی کامل برقرار میکردم. اما خب میلی به صدرا نداشتم. من اونقدر با اشکان راحت بودم که اصلا برام مهم نبود که صدرا هم وجود داره یا نه. اون از هر نظر من رو تامین میکرد. اما 1 سالی بعد از ازدواجمون بالاخره کوتاه اومدم و تصمیم گرفتم که با صدرا هم رابطه جنسی برقرار کنم. این کارو کردم، اما بعدش مشخص شد که اون نمیتونه من رو بچه دار کنه. منم از همین قضیه استفاده کردم تا بتونم بدون آقا بالا سر با پول مهریم یه زندگی جدید رو تنهایی شروع کنم. از طرفی اشکان داشت تمام کاراشو میکرد تا برای همیشه بره ترکیه و اونجا زندگی کنه. بابت همین به من گفته بود که بیام و چند روز آخری که ایرانه با هم باشیم. منم قبول کردم. من رفتم خونه سارا و از طرفی اشکانم با دوستاش اومدن اونجا و ما اول کلی مشروب خوردیم و زدیم و رقصیدیم و حسابی مست کردیم.
من که حسابی مست بودم روی مبل ولو شده بودم و اشکانم اومد کنارم و جلوی دوستاش و سارا شروع کرد منو بوسیدن و بغلم کردن. اون دستش رو از زیر لباس من میداد بالا و هر چقدر که من توی همون مستی میگفتم این کارو نکن اهمیتی نمیداد و یک و تمام لباسای من رو در آورد و جلوی دوستاش با من رابطه برقرار کرد. من مست بودم و اصلا حالیم نبود چی داره میشه. از طرفی بعد از تموم شدن کارش دوستاش یکی اومدن سراغ من و با من رابطه جنسی برقرار کردن. اونقدر بالا بودم که اصلا قدرت این که مخالفت کنم رو نداشتم. بعد از تموم شدن کارشون اشکان با دوستاش رفتن و منم چون حال درست و درمانی نداشتم موندم پیش سارا. صبح که حالم بهتر شد برگشتم خونه. حتی قبل از رفتنم هم از سارا درباره شب قبل سوال پرسیدم، اما اونم چیز زیادی یادش نمی اومد. منم برام مهم نبود که چه اتفاقی افتاده. بعدش کلاً از اشکان بی خبر بودم و مطمئن شدم که دیگه برای همیشه رفته ترکیه. منم تصمیم گرفتم که فراموشش کنم. من اصلا نمیدونم که اون 3 پسر چیکار کردن و از طرفی فکر میکردم که اونا حواسشون هست و پیشگیری میکنن، چون هر بار که من با اشکان رابطه جنسی داشتم خود اون مسئولیت تمام کار رو داشت و من کار خاصی انجام نمیدادم. از طرفی چون زیاد مست بودم نمیدونم کار کدومشونه و بچه مال کیه. من حتی نمیدونستم که باردارم، چون هیچ تغییری تو چهرم، توی وزنم، توی حالاتم پیش نیامده بود. فقط 2-3 روز اخیر یکم حالت تعب داشتم که فکر میکردم طبیعیه، اما الان فهمیدم که متاسفانه باردارم. بازپرس تمام گفته‌های سحر رو ثبت و ضبط میکنه و از اون میخواد تا آدرس اون 3 نفر رو در اختیارش قرار بده، اما سحر میگه که من فقط خونه اشکان رو بلدم و اون 2 رو اصلا نمیشناختم و فقط قیافه هاشون یادمه. بازپرس از سحر آدرس محل سکونت اشکان رو میگیره و از طرفی تیم تشخیص هویت سحر رو برای چهره نگاری با خودش همراه میکنه و سحر بعد از تموم شدن چهره نگاری از اداره آگاهی مرخص میشه، اما حق خروج از تهران رو تا به پایان رسیدن این پرونده نداشته. مامورای بخش تحقیق و تجسس اداره آگاهی به محل سکونت اشکان مراجعه میکنن، اما کسی در باز نمیکنه. بعد از پرسجوهای اهالی محله متوجه میشن که اشکان این خونه رو فروخته و با خانواده‌اش به ترکیه رفته. مامورای آگاهی از طریق چهره‌نگاری تطبیق اون تصاویر با مدارک و اسناد ثبت شده در اداره ثبت احوال محل سکونت اون 2 نفر رو پیدا میکنن و اونو بازداشت میکنن و به اداره آگاهی منتقل میکنن. بازپرس پرونده برای بازجویی به سراغ این 2 نفر میره و این 2 نفر داستان رو اینطوری شرح میکنن: ما بیگناهیم. اشکان یه روز به ما گفت که داره برای همیشه از ایران میره و بهتره که یه شب و دور هم باشیم. ما هم به حرفش گوش دادیم و رفتیم پیش دوست دخترش. قبلش اشکان به همون گفته بود که راحت باشین و خودتون رو اذیت نکنید. اون جلوی چشم ما با سحر عشق بازی کرد و حسای ما رو تحریک کرد، طوری که ما رفتیم سراغ سارا و با اون رابطه برقرار کردیم، اما هنوز تو کف سحر بودیم چون زیادی داغ بود. بابت همین بعد از تموم شدن کار اشکان ما رفتیم سراغش و باهاش بودیم، اما ما اونقدر مست نبودیم که اشتباه کنیم و اون رو بچه دار کنیم. اون بچه مال ما نیست. بازپرس بعد از شنیدن حرفای دوستای اشکان اون 2 نفر رو به بازداشتگاه منتقل میکنه و عملیات خودش رو برای پیدا کردن اشکان شروع میکنه. اداره آگاهی تهران با پلیس اینترپل ارتباط برقرار میکنه و پرونده و مشخصات کامل اشکان رو توسط پلیس در اختیار پلیس اینترپل قرار میده. پلیس اینترپل برای دستگیری اشکان وارد عمل میشه و بالاخره بعد از 1 هفته اشکان رو در حالی که در یک کابار مشغول خوشگذرانی بوده دستگیر میکنه و به اداره آگاهی تهران ارجاع میده. بازپرس پرونده برای بازجویی به سراغ اشکان میره و از طرفی اونم تمام اتفاقات افتاده رو انکار میکنه و داستان رو جور دیگه ای شرح میده. اون میگه که درسته من اون شب مست بودم، اما اونقدرم احمق نیستم که بخوام سحر رو باردار کنم. از طرفی من با دوستش سارا هم رابطه جنسی داشتم. اگه میخواستم کاری کنم الان اونم باردار بود. شاید خود سحر با کس دیگه هم رابطه داشته و بچه مال اونه. بازپرس پرونده اشکان و صادق و برزو رو که دوستای اون بودن رو به بازداشتگاه منتقل میکنه تا روند تحقیقات ادامه پیدا کنه. در این مدت بازپرس پرونده به سراغ سارا دوست سحر میره و از اون هم درباره اتفاقات پیش اومده سوال میپرسه. اون میگه که من بارها شاهد این بودم که اشکان و سحر توی خونه من با هم رابطه داشتن. به غیر از اشکان من ندیدم که سحر با کسی بیاد خونه، ولی اون شب همه حسابی مست بودیم. من چیز زیادی یادم نمیاد. تنها چیزی که یادمه
رفتار عجیب اشکان بود که اون شب جلوی همه ما با سحر رابطه جنسی برقرار کرد. بعدم باعث تحریک بقیه شد. همه ما یه جورایی با هم رابطه داشتیم. بازپرس پرونده که حسابی از روند پیگیری پرونده گیج به نظر می اومد، تصمیم گرفت که پرونده رو به همون میزان مدارک و شواهدی که به دست آورده بود به دادگاه ارجاع بده تا قاضی پرونده در حکم هر کدوم از افراد اظهار نظر کنه. پرونده تکمیل شده برای مشخص شدن زمان دادگاه به دادگستری شهر تهران بزرگ منتقل میشه و بالاخره زمان دادگاه فرا میرسه. تمام متهمین در جایگاه خودشون حاضر میشن و داستان رو بازگو میکنن. خانواده سحر با شنیدن اتفاقات رخ داده به شدت عصبانی میشن و به اون 3 نفر حمله میکنن، اما سربازا مانع درگیری اونا میشن. هیچکدوم از اون 3 نفر مسئولیت بچه را قبول نمیکنن و همگی میگن که سحر با کسی دیگه ای رابطه داشته و بچه مال همون مرد غریب است و سحر نمیخواسته که از شخص 4م اسم ببره. از طرفی قاضی دادگاه ادعای سحر و خانواده اون مبنی بر اینکه این 3 پسر همزمان با اون رابطه جنسی برقرار کردن و این نوعی تجاوز محسوب میشه رو بی‌پایه و اساس میشماره. قاضی برای دادن رأی نهایی خودش 15 دقیقه تنفس اعلام میکنه و طی همین مدت خانواده سحر به سمت اونا حمله میکنن و اونو مورد ضرب و شتم قرار میدن که سربازا باعث جدایی اونا میشن و قاضی پرونده دیگه اجازه ورود خانواده سحر رو به جلسه دادگاه نمیده. بعد از پایان مدت تنفس، قاضی حکم سحر و سارا و اون 3 نفر رو به دلیل رابطه نامشروع 99 ضرب شلاق و 7 سال حبس اعلام میکنه. و از طرفی چون هر 3 مرد پدر بچه بودن و انکار میکردن، دادگاه برای مشخص شدن پدر بچه سحر رو برای آزمایش DNA جنین و هر 3 پسر رو برای انجام آزمایش DNA برای مشخص شدن سنخیت اون 3 مرد با جنین به پزشک قانونی ارجاع میده و حدود 20 روز بعد نتیجه آزمایش اعلام میشه و مشخص میشه که اشکان پدر اصلی بچه است. اشکان بعد از شنیدن نتیجه آزمایش به طور کامل شوکه میشه، اما بچه رو گردن نمیگیره و خواستار حکم قضایی برای از بین بردن بچه میشه. از طرفی چون که بچه اشکان و سحر از طریق رابطه نامشروع تشکیل شده و بعد از به دنیا اومدن اون لقب زنازاده و حرومزاده رو دریافت میکنه، این لقب توی شناسنامه ثبت و درج میشه. دادگاه با توجه به رضایت اشکان و سحر اجازه قانونی مبنی بر سقط جنین رو به سحر میده و سحر هم بچهش رو سقط میکنه و بعد از طی دوره نقاهت بهبود وضعیت بدنشون به زندان انتقال داده میشن. همزمان با این موضوع صدرا به حکم دادگاه اعتراض میکنه، چون که معتقد بود سحر بعد از اون همه اذیت و آزاری که توی زندگی به اون روا داشته به سزای اعمال خودش نرسیده و از طرفی اون برای اینکه بتونه لکه ننگی که خیانت سحر روی پیشونی اون گذاشته بود رو پاک بکنه خواستار حکم شدیدتری میشه و توی دادخواست درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر میکنه و میگه که سحر به من خیانت کرده و زمانی که در عقد رسمی شرعی قانونی من بوده با مرد دیگه هم رابطه داشته. این حکم براش سبک و اون مرتکب زنا شده و باید اشد مجازات براش بریده بشه. دادگاه تجدید نظر تشکیل میشه و توی اون دادگاه قاضی از اشکان سوال میکنه که آیا تمایل به عقد کردن سحر داره و اونم به شدت مخالفت میکنه و میگه که اون اگه آدم درستی بود زمانی که شوهر داشت با من نمیخوابید و به علاوه اون قبل از اینکه با من رابطه جنسی داشته باشه بکارت خودش رو هم از دست داده بود. معلوم نیست که قبل از من با چند نفر دیگه هم خوابیده باشه. همزمان با من با شوهر خودش و دوستای من رابطه جنسی داشته و هیچ تضمینی وجود نداره که اگه من عقدش کنم باز کارش رو ادامه نده. از طرفی چون عمل زنای سحر اثبات شده، دادگاه تجدید نظر سحر و اشکان رو به دلیل رابطه نامشروع و عمل زنا به 100 ضرب شلاق و 10 سال حبس محکوم میکنه. از طرف دیگه برزو و صادق و سارا به دلیل مشارکت در این عمل به 99 ضرب شلاق و 7 سال حبس محکوم میشن. بعد از زندانی شدن سحر، صدران رو به صورت غیابی طلاق میده و هیچ مهریه‌ای هم به اون تعلق نمیگیره و سحر توی آرزوی زندگی خوب داشتن میسوزه. اون با ندونم کاری خودش و درگیر کردن خودش توی مسیرهایی که چیزی جز تباهی ندارن زندگی و آینده و جوانی خودش رو به طور کامل از بین برد و حتی وقتی هم که از زندان آزاد بشه هیچ آینده‌ای نداره، چون اون یه زن سابقه دار محسوب میشه و حتی خانواده‌اش هم اون رو طرد میکنن و دیگه خواستار برگشت اون به خونه و زندگی نیستن. سحر اما در حال حاضر به همراه اشکان در زندان داره دوره مجازات خودش رو سپری میکنه و اما در طول این مدت به هیچ عنوان هیچ کدوم از فامیلای سحر حتی پدر و مادرش هم به هیچ عنوان به اون سر نزدن و فقط مادرش
این اواخر خیلی سعی داشته یه کاری بکنه که پدر سحر با اون آشتی بکنه، اما متاسفانه هیچ فایده‌ای نداشته و پدر سحر چه در دادگاه چه بعد از دادگاه اعلام کرده که دیگه دختری به اسم سحر نداره. رفقای گلم، رسیدیم به آخر پرونده. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، برامون نظراتتون رو کامنت کنید و ما رو سابسکرایب کنید.